خب امروز میخوایم در مورد کتاب کوچیکی صحبت کنیم. همون کتابی که توی ویدیو اولمون در موردش صحبت کردیم. کوچیکی یه کتاب خیلی قدیمی ژاپنیه و به معنی سوابق قدیمی هست. این کتاب برای فرهنگ ژاپن خیلی مهمه و از اونجایی که یکی از قدیمی‌ترین کتاب‌های دنیاست، بر جهان هم مهمه. کوچیکی در سال 712 میلادی نوشته شد. نویسنده اصلی کوچیکی مشخص نیست. این کتاب داستان‌های خیلی قدیمی ژاپن رو تعریف میکنه و در مورد خدایان و اولین قهرمانان ژاپنه. بسیاری از افسانه‌های ژاپنی رو میشه در کوچیکی پیدا کرد. کوچیکی به ما کمک میکنه تا تاریخ ژاپن رو بهتر بفهمیم. این کتاب رو به زبان ژاپنی باستانی نوشتن. بریم حالا یه تاریخچه مختصر در مورد این کتاب بدیم. امپراتور تمو دستور نوشتن این کتاب رو داد تا داستان‌های مذهبی و تاریخی کشورش حفظ بشه. در اون زمان مردم ژاپن به دنبال هویت فرهنگی خودشون بودن و نیاز داشتن که تاریخشون رو ثبت کنن. کوچیکی شامل داستان‌های درباره خدایان، آفرینش جهان و نسل‌های مختلف امپراتورهاست. این کتاب به ما نشون میده که چجوری مردم ژاپن به خدایان و سرنوشتشون اعتقاد داشتن. همچنین کوچیکی به عنوان یه منبع ادبی با ارزش شناخته میشه و تأثیر زیادی بر فرهنگ ژاپن داره. نمادهایی مثل الهه خورشید توی این کتاب الگوی اخلاقی برای مردم ایجاد کردن. کوچیکی نه تنها تاریخ رو ثبت کرده بلکه فرهنگ و هنر ژاپنی را هم شکل داده. این کتاب هنوز هم توی مراسم‌ها و جشنواره‌های ژاپنی استفاده میشه. مطالعه کوچیکی به ما کمک میکنه تا بهتر فرهنگ و تاریخ مردم ژاپن رو درک کنیم. کتاب کوچیکی یکی از مهمترین متون تاریخ نگاری ژاپنه. این کتاب به 3 بخش اصلی تقسیم میشه. بخش اول درباره خدایان و آفرینشه. توی این بخش داستان آفرینش جهان و خدایان باستانی ژاپن روایت میشه. بخش دوم به افسانه‌های امپراتورها اختصاص داره. توی این قسمت داستان‌های باستانی امپراتورهای ژاپن و چگونگی شکل‌گیری سلطنت اونها بیان میشه. بخش سوم به تاریخ نگاری مربوط میشه. توی این بخش تاریخ ژاپن از زمانهای قدیم تا زمان نگارش کتاب بررسی میشه. این بخش به ما کمک میکنه تا درک بهتری از تاریخ و فرهنگ ژاپن داشته باشیم. کوچیکی به عنوان یک منبع مهم تاریخی، فرهنگ و هویت ژاپنیا رو حفظ کرده. حالا مضامین و نمادها. کتاب کوچیکی مضامین و نمادهای مهمی داره. یکی از مضامین کلیدی اون ارتباط انسان و خداست. این کتاب نشون میده که چجوری انسان‌ها با خدایان در ارتباطن و سرنوشت اونها تحت تاثیر این ارتباط قرار داره. همچنین موضوع تقدیر هم توی این کتاب بررسی میشه، یعنی اینکه هر فرد سرنوشت خاصی داره. هویت ملی ژاپنی‌ها هم توی این داستان‌ها به خوبی نمایانه. در مورد نمادها، تسوکومو به خدایان اشاره داره که توی داستان‌ها نقش‌های مهمی دارن. همچنین آماتراسو الهه خورشیده که نماد نور و زندگی به شمار میره. این نمادها به فهم بهتر فرهنگ و باورهای ژاپنی کمک میکنن. به طور کلی کوچیکی پر از مضامین عمیق و نمادهای معناداره که تاریخ و فرهنگ ژاپن رو شکل میدن. حالا بیاین راجع به تاثیر بر فرهنگ ژاپنی صحبت کنیم. توی ژاپن تاثیر فرهنگی کوچیکی روی ادبیات، هنر و مذهب بسیار عمیق و گسترده است. این اثر که یکی از قدیمی‌ترین نوشته‌های تاریخ ژاپنه، نه تنها به ثبت اساطیر و داستان‌های باستانی این سرزمین پرداخته، بلکه الهام بخش نویسندگان و هنرمندان مختلف هم بوده.